و خیشایتان کلیتان بیارید میدان استاد پیشیم. کل ما دست بالا میکنیم، لعنت میگیم، بددعا میکنیم که هر کس غلامی میکنه، هر کس واقعا دین در خطر مندازه، هر کس حیثیت و عزت ما را در خطر مندازه، هر کس خلاف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوکری و چاکری به غیر مسلمان ها کرده رایسته، بیا که بددعا بکنیم. حاضر هستن کس که معلوم شود که غلام کیست، غلام یهود کیست، غلام نصارا کیست، کی نوکری کی است و کی نوکری کی است، برات معلوم شود. چرا تبلیغات میکنی؟ چرا علیه ما سر و صدا را شروع کردی؟ چی کردیم؟ ما دمی کابل شاید امی دوستای خودی ما همینجا حاضر باشه، به هزارها نفر از ما مطالبه مناظره را کرده، ما اونجا لوز کردیم،